باید بگم که آدما فقط 3 دستن، یا پرخورن یا کمخور یا هم شیکمو. کمخورا که اصلا زیاد چیزی نمیخورن، پرخورا هم که همیشه دلشون درد میکنه. ولی آخ نگم از شیکموها که همیشه دنبال چیزای خوشمزن. و بهتره بگم که منم دقیقا همونم. من یه شیکموی به تمام معنام که همیشه دنبال چیزای خوشمزن. همیشه فقط چیزای خوشمزن که به من حس خوب و مثبت میدن. و دقیقاً این رسیپی ژله بستنی هم که واسهتون گذاشتم دقیقاً از هموناست که میتونه با روح و روان آدم بازی کنه. فقط هم با 2 تا قلم مواد ژله و بستنی، این که روی سینی بریزیشون و به دلخواه یا رولشون کنی یا قالبشون بزنی، حالا هر جوری که دلت میخواد، و نوش جان کنی. امیدوارم که از این رسیپی که گذاشتم عشق کنید، حالم بکنید و برید توی خونه هاتون درست کنید. و تادا، اینم خروجی این خوشگلا که من ترجیح دادم رولشون کنم. ماچ